با سلام و وقت شما بخیر. به این ساعت خبر با من سوسن حبیبی از یک خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بامداد پنجشنبه 28 جوزا تفاهمنامه امریکا و ایران را در جریان دیدار با امانوئل مکرون در کاخ ورسای امضا کرده است. پس از امضای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، این توافق اجرایی شده و نسخه‌هایی از آن برای ایران و کشورهای میانجی ارسال شده است. همچنان با اجرایی شدن این تفاهمنامه مراسم رسمی امضا در ژنو لغو شده، اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که برنامه حضور هیئت‌های مذاکره کننده در ژنو همچنان برقرار است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اکس نوشته بود که پس از آن که دو طرف پیشتر یادداشت توافق را امضا کردند، همچنان قرار است روز جمعه یک مراسم رسمی امضا برگزار شود. اما شریف مدت کوتاه بعد آن پیام را حذف کرد، سپس همان متن را با تغییرات دوباره منتشر کرد، اما اشاره به مراسم روز جمعه را از آن حذف کرد و پیشتر گفته شده بود که قرار است دو طرف مراسم رسمی امضای توافق را روز جمعه در سوئیس برگزار کند و دونالد ترامپ نیز به احتمال حضور در این مراسم اشاره کرده بود. قیمت نفت در بازارهای جهانی همزمان با امضای تفاهمنامه پایان جنگ جمهوری اسلامی ایران و امریکا در تهران و پاریس بیش از 2% کاهش یافته و عملاً به محدوده قیمت بیش از 9 اسفند روز شروع جنگ بازگشته است. قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه در آخرین ساعات کاری بازارهای آسیایی با درصد کاهش به $77 رسیده است. احتمالاً در ساعات آینده و با بازگشایی بورس‌های اروپایی این روند کاهشی با اعتماد به تقویت ذخایر نفتی ادامه خواهد داشت. شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که ریاض از گزارش‌های مربوطه به ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران اطلاعی ندارد. او تاکید کرد که بیش از هر گونه همکاری‌های اقتصادی با تهران باید اعتماد میان ایران و کشورهای منطقه احیا شود. او همچنین گفت حملات گذشته ایران به عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس اعتماد به تهران را به شدت کاهش داده است و بر ضرورت دستیابی به یک توافق هسته‌ای مستحکم با تضمین‌های قوی و سازوکارهای موثر راستی آزمایی گردد. بیننده این گزارش هم باشید. با وجود موج گسترده گمانه‌زنی‌ها درباره متن و پشت پرده تفاهمنامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، سرانجام رئیسان جمهور دو کشور از امضای توافق خبر دادند که به گفته آنان با هدف کاهش تنش‌ها صورت گرفته است. به گزارش شبکه CNN، این یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران ماهیت کوتاه و چارچوبی دارد و از سوی ناظران بیشتر به عنوان نقشه راه مبهم برای آغاز مذاکرات فنی و گفتگوهای آینده توصیف می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از امضای این یادداشت در کاخ ورسای فرانسه آن را چارچوب موقت برای آغاز گفتگوهای جدید خواند و پافشاری کرد که این توافق پایان اختلاف‌ها نیست، بلکه مرحله‌ای برای مدیریت تنش‌ها و حرکت به سوی مذاکرات گسترده‌تر است. او همچنان هشدار داد که اجرای این توافق در یک بازه زمانی مشخص بررسی خواهد شد و در صورت عدم پابندی هر یک از طرف‌ها گزینه‌های دیگر روی میز خواهد بود. Gave them everything, including a lot of money, which we don't giving this out so you can read it and you can see. این توافق یک صلح نهایی نیست، بلکه یک چارچوب موقت برای آغاز گفتگوهاست و به معنای پایان اختلاف‌ها نیست، بلکه مرحله برای مدیریت تنش‌ها و حرکت به سوی مذاکرات جدی‌تر است. در یک بازه زمانی مشخص میزان پابندی طرف‌ها بررسی خواهد شد و در صورت پابند نبودن گزینه‌های دیگر روی میز خواهد بود. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرده است که تفاهم ایران با آمریکا تنها بر پایه اصل اقدام در برابر اقدام معنا پیدا می کند و هر گونه تعهد یک طرفه قابل دوام نیست. او هشدار داده در صورت بدعهدی یا توقف اجرای تعهدات از سوی واشنگتن، ایران نیز خود را ملزم به ادامه پابندی نخواهد دانست. ما بدانید هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام در مقابل اقدام. بند 13 همین رو تعریف میکنه. اگر اقدامی رو انجام ندم، ما اقدام متقابل رو انجام نمیدیم. من نمیخوام بگم، نگاه کنین، یکی از تعهدات اونا اینه، اونا میخواستن ما رو براندازی کنن دیگه ها. من نمیخوام اینجا اسم ببرم. حتی بعضی کشورهای دوست ما که ما ازش تشکر میکنیم همراه بودن، ولی در جنگ 12 روزه و در این جنگ تو 20 روز اولش ما رو تموم شده دیدن.
همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در این تفاهم تا زمان توافق نهایی وضعیت موجود حفظ می شود. به گفته او ایران برنامه هسته‌ای فعلی خود را در همان سطح ادامه می دهد. آمریکا نیز تحریم‌های جدید وضع نمی کند و از افزایش حضور نظامی در منطقه خودداری خواهد کرد. او این دوره 60 روزه را یک مرحله آزمایشی برای سنجش اجرای تعهدات دو طرفه خوانده و هدف آن را آغاز مذاکرات جدی‌تر درباره رفع تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای عنوان کرده است. زمانی که داریم مذاکره می‌کنیم برای کاهش تنش، برای رفع تحریم‌ها، برای رسیدن به یک نتیجه مرزی الطرفین راجع به سایر موضوعات، قاعدتاً نباید اقداماتی را انجام بدیم که خلاف حسن نیت باشه و یا نقض غرض باشه. این توافق بر پایه تفاهم شکل گرفته است که پیشتر نیز از سوی نمایندگان ارشد دو طرف امضا شده بود. مسیری که اکنون از مرحله گفتگوهای پشت پرده عبور کرده و وارد آزمون دشوار اجرا و سنجش میزان پابندی تهران و واشنگتن به تعهداتشان شده است. سپاس از توجهتان به اخبار این ساعت. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.